شروع از امروز بلیط‌های پروازهای چارتری شرکت هوایی سومون ایر از روسیه به تاجیکستان در فروش آزاد گذاشته شدند. یعنی خواهشمندان سفر دیگر برای نامنویسی در سفارت و نمایندگی‌های تاجیکستان و روسیه ضرورت ندارند. چون این تصمیم آخر هفته گذشته از جانب آژانسی آویاسیون شهروندی تاجیکستان گرفته شده است. ولی با این همه طوری از پیام‌های شما بینندگان عزیز برمی‌آید اکثریت یک نفر سر حساب خود را گم کرده و نمی‌دانید بلیط‌ها را چگونه و از کجا دسترس کنید. در این باره میرزا نبی خالقزاد با سفیر تاجیکستان در روسیه هم صحبت شد. برای گرفتن تفصیلات به او رو میارم. درود بر شما. از صحبتی که شما با سفیر داشتید اکنون مهاجران باید بلیط‌ها را از کجا بخرند؟ سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستاری شرایط نوی فروش بلیط‌ها و پروازها را شرح داد و از جمله گفت که حالا خواهشمندان بازگشت به وطن نسبت 2 ماه پیش کاهش یافته است و ضرورت برای رویخط و نوبت‌پایی‌های دور و دراز 21 روزه باقی نمانده است. به قول سفیر شهروندان تاجیکستان می توانند بلیط‌ها را از کاسه‌های شرکت سامان ایر در فرودگاه و یک نقطه دیگر در بینای مهمانخانه سفارت تاجیکستان در گستیوای دامی مسکو خریداری کنند. شماره چنین نقطه‌های بلیط فروشی در شهرهای روسیه 15 عدد است. باید تاکید کرد که مسافران باید معلومات نامه طبی کرونا ویروس را هم داشته باشند که نه دیرتر از 96 ساعت یعنی 4 روز پیش از ورود به تاجیکستان داده شده است. کودکان تا 3 ساله از پیشنهاد این سند آزادند. در صورتی که بلیط‌ها اکنون آزادانه فروخته می‌شوند احتمال دارد که باز هم میان‌روها پیدا کردند در این بین. ببینید شهلا، جناب سفیر در این خصوص نیز ابراز نظر کرد. وی گفت به خاطر آنکه شهروندان تاجیکستان به دام قلابان رفتند نباید بلیط‌ها را از دست شخصان سیوم یعنی میانه رو بخرند، بلکه مستقیما به کاسه‌های بلیط فروشی مراجعت نمایند. میانه رو این بسیار وقت مردم افراد می‌کردند و دعوت در مزمه خاطر باید از شهروندان که بلیط میخرن به واسطه به یگان گپ یگان نفر باور نکنن، به واسطه بلیط را از کاسه گیرن. یعنی که وقتی که میان با کاسه سامان ایر برای خریدن بلیط اگر در مثلا برای فردا اگر نباشد برای پس فرداش میگیرن، پس فرداش نباشد 2-3 روز دیرترش میگیرن. همچنین به این زودیا فروش آنلاینی بلیط‌ها در وبسایت سامان ایر راه اندازی می‌گردد. در عین زمان جناب سفیر گفت که هنوز حریم هوایی بین تاجیکستان و ازبکستان و روسیه باز نشده است و مسئله دیگر یعنی رفتن و باز برگشتن است. جناب سفیر میگوید که به سفارت از جانب شرکت‌های کلان روسیه نامه میرسد و آنها جای کار و معاش خوب پیشنهاد میکنند. ما درباره پروازها صحبت کردیم و همان گونه که در بالا جناب سفیر هم گفت درباره قضیه سیومین، یک موضوع دیگری مطرح میان مهاجران در روسیه محض همین قضیه دوامدار قتل هویدا تیلازاده 5 ساله است. انتظار می رود که 20 نوامبر مرافعه دادگاهی در نسبت گمانبر این جنایت الکساندر سیومین دوباره از سر گرفته شود و سفیر چی میگوید که در مرافعه مذکور نمایندگان سفارت شرکت خواهند کرد یا نه؟ بله، این سوال را من از جناب سفیر کردم. اون کس در این باره نیز توضیح داد و گفت که از روز اولی آشکار شدن این جنایت سفارت با والدان هویدا در تماس است و با آنها کمک حقوقی میرساند. از وقتی که همین قضیه شد این در تحت کنترل سفارت هست، در تحت کنترل وزارت کارهای خارجه حکومت تاجیکستان است. باز تفتیش‌های لغوی نشان دادن که سیومین یعنی که بیماری روحی علاقه نیست و البته باید سود برگزار شد و اون جزای خودش باید حتما بگیرد. حالا منتظر میمونیم که دادگاه در نسبت گمانبر در قتل دختر تاجیک تابستان سال 2018 اول تجاوز و بعداً کشته شد چه حکمی را روا می‌بیند؟ سپاس بر شما. در ضمن صبح امروز من با عبدالسلام سعیدов پدر هویدای غورامرگ صحبت داشتم. او گفت در دوام این 2 سال با اهل خانواده‌اش سرسان و سرگردان است. پدر غمزده افزود که امیدوار میباشد قاتل فرزندش بالاخره جزای سزاوار را میگیرد. در این برابر خانواده هویدای کشته شده میخواهند در دادگاه از قاتل او الکساندر سیومین تاوان مالی